بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و موالاه. میگوید خوابهای خود را پیش هر کس، یعنی در پیش همه بازگو نکنید. در عصر پیامبر، یعنی در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم، یک زنی بود که شوهرش به سفر رفت. در نبودن شوهرش این زن خوابی میبیند و به خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم میآید و میگوید ای پیامبر خدا، خواب دیدم که یک درخت خرما در خانه‌ام شکسته است. پیامبر علیه السلام میگوید شوهرت سالم به خانه‌ات باز میگردد. پس از مدتی شوهرش سالم به خانه‌اش بازگشت. بار دیگر شوهر او به سفر می رود و او همان خواب را می بیند و نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم می آید و می گوید ای پیامبر خدا، همان خوابم را دوباره دیدم. پیامبر علیه السلام می گوید شوهرت سالم باز می گردد. پس از مدتی شوهرش به سلامتی بازگشت. بار سوم شوهر او سفر کرد. آن زن همان خواب را باز دید. وقتی که بیدار شد، این بار به نزد پیامبر علیه السلام نرفت. در همسایگی دست چپ او مردی بود و رفت آن خوابش را به آن مرد نقل کرد. آن مرد گفت وای، شوهرت می میرد. این خبر به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود آیا نمی توانست خواب آن زن را تعبیر نیک کند؟ چرا تعبیر نیک نکرد؟ طبق روایت خواب آنگونه که تعبیر می شود برادران عزیز، همانگونه اتفاق می افتد. پس هرگاه یکی از شما خواب دید، آن را بجز نزد عالم یا نصیحتگر خوبی نقل نکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که خواب دیده است، خواب او بر فراز او به صورت پرنده ای است. خواب مثل یک پرنده است که پرواز می کند تا زمانی که تعبیر نشده است. هنگامی که تعبیر شد، آن پرنده یعنی سقوط می کند، می افتد. هر گونه که تعبیر شد ممکن است همان گونه اتفاق بیفتد. بنابراین خواب خود را جز نزد کسی که دوست صمیمی تو است یا تعبیرگر خوبی است دیگر برای هیچ کسی نقل نکنید. و در جای دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود خواب خود را برای هیچ کس جز مؤمنی که دور از حسادت و کینه است نقل نکن. برادران عزیز، تعبیر بعضی از خوابها زود یا پس از ساعتی آشکار می شود، ولی تعبیر بعضی از خوابها ممکن است سالها یا دهها سال بعد از خواب دیدن واقع گردد. مثلا تعبیر خواب حضرت یوسف علیه السلام که در خواب دید 11 ستاره و ماه و خورشید او را سجده می کنند و بعد از 40 سال آشکار شد این ماه و خورشید پدر و مادرش بودند و 11 ستاره برادران او. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.